قابلی پلو ازبکی یکی از خوشمزه ترین نوع قابلی و البته آسون ترینش که میتونید در وقت کم آماده کنید. پیاز رو خلالی خرد کنید، با مقدار روغن بذارید که سبک بشه. بعدم گوشت گوسفندی رو بهش اضافه کنید، نمک بزنید، ادویه قابلی پلو بزنید که این ادویه رو خودم هم دارم و طرز تهیه‌اش هم داخل پست‌های پیج هست. با ادویه و نمکش مقدار تفت بدین، بهش آب جوش اضافه کنید، اجازه بدین تا گوشت ها کاملا بپزه. بعد از اینکه گوشت ها پخته شد از داخل آب گوشت خارج کنید، برنجی که از قبل خیس کردین رو بهش اضافه کنید. خلال هویج و کشمش رو بدون اینکه سرخ کنید وسط برنجتون بریزین، بقیه برنج رو هم روش بریزین و آب جوش هم موقع پخت قابلی همیشه کنار دستتون باشه که اگر برنجتون دچار کم آبی شد بهش آب جوش اضافه کنید. برنج و آب باید با هم همسط باشه. اگر آب رو بیشتر بریزین برنجتون خراب میشه و اگر کمتر بریزین برنجتون مسلما خام میمونه و برنج ایرانی به هیچ عنوان برای پخت قابلی مناسب نیست. ادویه قابلی پلو روی برنجتون بریزین و گوشتاش هم اضافه کنید، برای 40 دقیقه بذارین که دم بکشه.